مسلمانان تروریست. آیا به راستی مسلمانان تروریست هستند؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال کافی است بدانیم در تاریخ جهان چه کسانی بیشترین تعداد انسانهای بیگناه را کشتند. ژوزف استالین مشهور به عموجو، او حدود 20 میلیون نفر را قتل عام کرد که فقط طی سالهای 1932 تا 1933 حدود 7 میلیون نفر در اثر قحطی اجباری مردند. ماو تسه تونگ، او حدود 40 میلیون نفر را قتل عام کرد. بنیتو موسولینی، وی حدود 400,000 نفر را کشت. آشوکا، او حدود 100,000 نفر را به قتل رساند. محاصره اقتصادی که توسط جورج بوش در عراق اعمال شد، تنها 1,200,000 کودک در عراق کشته شدند. بررسی اجمالی نشان می‌دهد هیچ کدام از آنها مسلمان نبودند. اما چطور رسانه‌ها هرگز این افراد را تروریست نمی‌نامند؟ امروز اکثر غیر مسلمانان از شنیدن کلمه جهاد وحشت می‌کنند. جهاد واژه عربی است که به معنای مبارزه علیه شر و بدی برای دستیابی به خیر و عدالت به کار می‌رود. جهاد به معنی کشتن انسان‌های بیگناه نیست. تفاوت در این است که ما در جهاد مقابل شر می‌ایستیم، نه در کنار آن. آیا حقیقتاً مسئله مشکل ساز اسلام است؟ جنگ جهانی اول حدود 15 میلیون کشته، جنگ جهانی دوم حدود 66 میلیون کشته، بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی حدود 200,000 کشته، جنگ ویتنام حدود 5 میلیون کشته، جنگ بوسنی و کوزوو حدود 214,000 کشته، جنگ عراق بیش از 1 میلیون نفر کشته، افغانستان، سوریه، فلسطین و مسلمانان میانمار. در کامبوج بین سالهای 1975 الی 1979 حدود 3 میلیون کشته. یکی از سلاح‌های کشتار جمعی و یورشی توسط مسلمانان اختراع نشده و هیچ یک از گروه‌های نظامی که به اصطلاح تروریست‌های مسلمان نامیده می‌شوند توسط سازمان‌های اسلامی تأسیس نشدند. طالبان نیز درست مانند داعش غده سرطانی است که توسط غرب ایجاد شد. حال میتوان گفت مسلمانان تروریست نیستند و تروریست ها مسلمان نیستند.